شهر سوخته شهری که گفته می شود پیشرفته ترین شهر جهان باستان بوده و حتی بسیار پیشرفته تر از شهر کرت که سینوحه پزشک دربار مصر در کتاب خود از آن یاد کرده است. شهر سوخته یکی از آثار تاریخی و باستانی عصر برنز و همدوره با تمدن جیرفت به شمار می آید. شهر در ساحل رودخانه هیرمند و دریاچه هامون و در کنار جاده کنونی زابل بنا شده بود. اولین شواهد از جراحی مغز انسان در جمجمه‌های کشف شده در شهر سوخته به دست آمده که حیرت باستان شناسان و دانشمندان جهان را به دنبال داشت که چطور ساکنان این شهر در 5000 سال قبل از میلاد به این دانش دست پیدا کرده بودند و چه کسی این دانش را